با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سیرویتی بخصوص بیماری کروناویروس در شهر لوکانت از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر در همدستی با مسئولان و ساکنان تدبیرهای ضروری روی کار آورده می شود. چنین کارهای بی‌ضررگردانی در جماعت دهاتی گلستان، دهه بهادران سامان داده شد. راههای نقلیاتگرد، راهروهای پیاده‌گرد، حدود محله‌ها با محلول مخصوصی ضد اپیدمیکی بی‌ضرر گردانیده شدند. با اطلاع متخصصان سیرویت‌شناس، بیماری کروناویروس از انسان مبتلا شده به شخص سالم در نتیجه بی‌احتیاطی می‌گذرد و یگانه راه امن ماندن رعایت گیگین شخصی تدبیرهای بی‌ضررگردانی دانسته می‌شود. امروز با تشبث رئیس‌های کمیته محله، امام خطیبا، صاحبکارا، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لوکانت، اینچنین کارمندان جماعت دیهات گلستان، ما تمام محله‌های قلمرو جماعت دیهات گلستان را از پیشگیری بیماری کروناویروس بی‌ضرر گردانده ایستاده‌ایم. این است که امروزها در همه شهر و ناحیه‌ها، دهه و محله‌ها با تشبث مسئولان و همدستی ساکنان کارهای بی‌ضررگردانی گزارانیده شده وابسته به چاره‌های پیشگیری کننده اهالی آگاهانیده می‌شوند. در این شب و روز که حالت مبتلا شوی به بیماری خطرزای کروناویروس در کشور ما نیز به قید گرفته شده است، عملی نمودن تدبیرهای بی‌ضررگردانی، پوشیدن محلول‌های مخصوص در کوچه و راهروها، خانه‌های استقامتی و جای‌های جمعیتی، رعایت گیگین شخصی حتمی حسابیده می‌شود. در ارتباط با این مشکلات جامعه در شهر لوکانت چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بی‌ضررگردانی ادامه دارد. اویمو حسن و فاروق سفر، اخبار شهر لوکانت.